دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. من بلک پیفی هستم. اومدیم ماینکرافت سروایول با شیدر. میدونم آنچنان شیدر خفنی نیست، ولی آبش خوبه و نورش هم خوبه و خوبه دیگه. الان این برقا رو نگاه کن، از دور میبینی چه تمیز میفته. امکان داره که من وسط ویدیو شیدر رو بگیرم، چون گوشیم زیاد قوی نیست. مجبور میشم شیدر رو بگیرم تا از وسط به بعد لگ نزنه و حافظه لگ نزنه، بتونم خوب واسهتون بگیرم. بازم میگم امکان داره شیدر رو بگیرم، شاید هم مثلا شیدر رو بر ندارم با شیدر بازی کنم. میخوام سعی کنم تقریبا اسپیدرانی انجام بدم کارمو و سعی کنم سریع پیش برم. من الان تنها دلیلی که اومدم واسه شما ویدیو بسازم اون دوتا کامنت بود و اون دوتا لایک، و آخر هر ویدیو اون کسایی که کامنت گذاشتن رو نشون میدم. و من میگم چرا دستم کرافتینگ تیبل نیست دیگه. من الان واقعا مثلا اومدم یوتیوب، یادم رفت چک کنم ببینم که چه کسایی ویدیو دیدن چه کسی نه. همینجوری رفتم ویدیومو نشون داد، گفتم ویدیو نگاه کردم دیدم دوتا لایک خورد. من با همون دوتا لایک کلی زخم، گفتم ویدیو دیدم. بعد یکم چک کردم دیدم دوتا کامنت هم گذاشتن. یک نفر که از اسکینم تعریف کرد، یک نفرم فکر کنم برنامه ادیت بود یا نمیدونم چی. میرم یه تغییر میکنم. واقعا دمتون گرم که همین با این امکانات کمم دارین حمایت میکنید. من همین که رفتم دیدم کلی زخم، گفتم خدا رو شکر یه چند نفر ویدیومو دیدن. گفتم خوب دیگه بچه‌ها ویدیومو دیدم، باید بیام چیز کنم، ادامه‌شم بذارم. این سری سروایول و جالبش اینه که تو همون ویدیو گرفته بودم، شورت ویدیو بود، اومدم تو همون مپ. دقت کنید اول بازی همون لوکیشن اینا. این شیدر رو رفتم داشتم عجب بابا این برفش اینجوریه، برفش حالت عجیبی داره، ولی نگاه کن چه یخهای خوبی داره، شابی داره. خورشیدم اونا اینم اگر حداقل به 1 لایک برسه من قسمت بعدی رو میذارم. الان باید بریم سراغ گوسفند. وسایل اولیه رو که داریم، یکم هم بعد واسه پخت و پز داریم. بچه قراره که شورت ویدیو هم داشته باشیم، یعنی مثلا اون فکتایی که بلدم شاید بعضیاتون بلد نباشیدم میذارم. بعدا میریم واسه خونه سازی. الان من خیلی واسم، الان باید برم دنبال گوسفند و
غذا. من یه لحظه برم الان. خب بچه اومدم رفتم یه کاری داشتم اومدم این مختصاتم همین که اومدم روشن کردم. خب الان ما احتیاج زیادی به گوسفند داریم چون یه دونه پشم بیشتر نداریم. همینجوری واسه تزیینات خونه هم منابع جمع کردیم دیگه. آقا چرا گوسفند نیست؟ آخ لگ زد. گوسفند اصلا نیست. چرا؟ گاوو میکشیم. بچه باید بیشتر چیزا رو سلاخی کنم چون هرچی ما کمتر باشه احتمال اسپاون ما به دیگری بیشتر. این با دو فکر میکشیم. این هم چند دقیقه شد؟ 6 دقیقه. خوبه هنوز وقت داریم باز شما ویدیو بگیریم یعنی طولانی تر بشه. فقط یکی دیگه گوسفند میخوام. باید دنبال یک جایی که گل به خودش گوسفند نیست. الانوز که شب بشه. بچه من تخت قرمز نیستم چون از اول بازی تخت قرمز بودم. بچه ما عاشق چیزای ای بابا چیزای کلاسیک هم کلاسیک دوست دارم کلا. یس آی غذامون زود تموم شد. میایم اینجا همین. ای خدا چی ساختم وسط کار. بگیر بخواب. خب الان خیالمون راحته و خیلی آروم که نه ولی میتونیم با آرامش پیش بریم چون تختمون رو داریم. بچه ها از همین لال شد. بچه اینو بدونید که وقتی یه جای کدو دیدید بدونید که خیلی نزدیکتون نه ولی نزدیکتون ویلیج. بچه الان با دست میمیره. آخ لگ زد خوبه ایس. خب توی ویدیو دیدم میگفتش که اگه نزدیک یه سری مابا بشید مثلا گفت یا یک سری مابا داخلشون سری نیشکن میشه یعنی میتونید توشون رو ببینید. نمیدونم نزدیک گاو رفتم واسه من نشد. بچه تا اینو بپزه بریم بیل. از اونجایی که این بیشتر به سنگ میخوره و من میخوام کافش سنگ فرش بزنم از این چوبان. اسمش چی بود؟ اسپروس او لاک. درست گفتم؟ بچه همیشه کامل درختتون رو بکنید اینجا خوشگل میشه. یه سری برگ رو هوا نمیمونه. بچه خیلی خوشحالم نمیتونم توصیف کنم. حمایت شد. یادمه تو آپارات ویدیو میذاشتم همینجوری یه اسم واسه خودم انتخاب کرده بودم ویدیو میذاشتم کلی ویدیو گذاشتم. اون موقع هم فری فایر بازی میکنم. فری فایر گذاشتم ماینکرافت گذاشتم بعد نمیدونم یه خیلی چیزا گذاشته بودم دیگه. باز مثلا نهایتا یک نفر دنبالم میکرد آخرشم هیچ به هیچ
لایک نمیکردش. من گفتم خواهی یه دونه فالو کرد تا فرد 2 سال مثلا چک نمیکرد. بچه با یه شورت ویدیو یه دونه سابسکرایبر داریم. یپی بریم بیس بسازیم دیگه. بس من از قدیم دوست داشتم بیسم کنار آب باشه. او بچه هارد بازی نمیکنم، نرماله. اگه خواستید هبیج اگر دوست داشتین خودو هیچی دیگه کنار آب کنسله چون جای صاف نیست. داشتم میگفتم اگر دوست دارین ماینکرافت ترسناکم برم یا وان بلاک برم یا از این پلتفرم توی زیر زمین هستش، توی زیر زمین زندگی میکنی، یه درخت داری باید زیر زمین زندگی کنی، اونم دوست داشتیم واسه تون میذارم. یا اصلا یه شورت ویدیو میگیرم مثلا مودایی که دارم و بهتون میگم. مود ترسناک دارم ولی یه مشکلی داره. مثلا از این مود زیاد ترند که نه خیلی معروفه، یه موجود سیاه تو رو میبینه بهت اشاره میکنه بعد 4 دست پا میاد سمتت. اونو دارم ولی فقط اونو یه ویلیجر اسپان میشن. نمیدونم مشکل داره اینا. ولی بخواین مثلا مود معرفی کنین، کانال معرفی کن، مثلا بگو آقای پیپی مثلا برو از فلان کانال مثلا فلان کد رو بزن یا فلان جا رو بگرد مثلا این مودو بگیر، مود ترسناک خوبیه بازی. من نگاه میکنم میگم آقا چشم، من این مودو مثلا از فردا یا مثلا یه چند روز دیگه ویدیوشو واسه تون میذارم. بعد هیچی دیگه، یه لایک میخوره میرم پارت بعدی هم واسه تون میسازم. الان از ذوق مرگ دارم میشم، میگم هورا بالاخره یه لایک گرفتم. بعد اون اسمشو نگاه نکردم، یه چیزی معرفی کرد. آره انگلیسی بلدم، نمیدونم چیه ولی چون گفتی میرم یه تحقیقی میکنم میبینم چیه. بچه جای خوبی هم خونه ساختیم، بغلمون غار کوچیکه کیبه، نمیدونم میریم توش. بچه اگر خواستید آموزش گاد بریج هم میدم، ولی مثلا 2 نوع گاد بریج خودم بلدم، هر 2 نوع رو میدم واسه بدراکه. بعد چی میخواستم بگم، خلاصه که مثلا اسم شیدر رو خواستید یا مثلا چیزایی که فکر میکنید بلد نیستین فکر میکنید من بلدم و بپرسید، شاید بهتون گفت. بچه همیشه با حیوانات خوب باشید.
هیچ وقت با سنگ دنبال نکنید مگه اینکه نمیدونم خودتون یه دلیل منطقی پیدا کنید. بچه‌ها به حیوانات غذا بدید. از حیوانات اگر تونستید مراقبت کنید. حیوانات خودشون نمیخوان که مثلا بیان یه جایی زندگی کنن که هیچ غذایی نداشته باشن. اونا نخواستن که بیان توی دنیا. اونا نمیتونن که این ما مهاجرت کنن از جاشون، مجبورن اینجا باشن. پس ما هم بیایم بهشون کمک کنیم. بازم شده دل رو دیوونه کرده، مامانش موهاشو عروسکی شونه کرده، رنگ چشای شرار قشنگ و نازه با این آهنگ من آروم بگیره، با بازم شرار دل رو دیوونه کرده، مامانش موهاشو عروسکی شونه کرده، رنگ چشم. اینجا چس بذارم. وایس یک دو، یه دابل چس، یک دو، اینم یه دابل چس. اینجا خوبه. بچه ها میرسید اگر اینو اینجا بذارید میتونید ازش بالا برید. مثلا این ستا میزید. خب میگین که انقدر که کافیم نیست 3 بلاک ببرین، دوستم یه بلاک دیگه. خب ببر اصلا اینجا هیچی نباشه، میپرید جلو. همین دیگه، حالت عادی نما کنید، جلو نمیره، باید یه پرش بزنید. جام چست میزنم. 1 2. وایس داره 2 تا دیگه. یه دابل چست میسازیم. اینا من برگ داشتم، چرا از چوب استفاده کردم؟ بچه همیشه یه دونه از این گیاه ها اول شب میشه داشته باشید. میذارید اینجا، شب میشه آفتاب میاد. نگاه کنید چه خوشگل شد. هنوز که شب نشده. من 1 2 3 حداقل 4 روندش بریم 6 تا از این صندوق بگیریم. 5 6 این خونه. بچه از ادوانسمنت و نمیدونم بزنید یه جایی بهتون میگه چجوری فعال کنید. من خودم یادم رفت کدوم گزینه بود. من همیشه دوست دارم مثلا چستم مرتب باشه، مثلا یه سوراخی باشه هیچی نباشه، در عذاب. خب نگاه کن، بیا اینقدر بگیر، اینا رو تبدیل کن به نه. این 1 2. الان باشه میگی خب چرا اینا رو بیرون نمیذاری؟ بیرون زامبی میاد میچسبه به خونت، میاد تو همجی زرش کلا رو میدوزه. نکن هر 6 تا رو مصرف نمی کنم. حتما بچه دم در خونتون بذارید شیشه رو که یه وقت مثلا موبی دم در رو ببینید یا کریپر مثلا ما دم در ایستگرد بگید اینجا کریپر، نرید بیرون. بعد همیشه من عادت دارم این 2 تا جا یا یکی رو کنار تخت شیشه بذارم. بعد میریم معدن اینجا هم یه نگاهی میندازی. بذاریم اینو کجا بذارم؟ هیچی، اینو فعلا نگاه میدارم دیگه. بیایم سنگ فرش بزنیم. قبلش اینجا رو آماده کنیم. خب
چرا آماده سمایل و بچه 20 دقیقه نشده باشه، چون بچه به عشق شما سنگ فرش رو میزنم بعد ویدیو رو تمام میکنیم، چون اگه از 20 دقیقه به بعد بشه میشه دیر آپلود میشه. بعد منم اونقدری نت ندارم که بتونم کلی چیز کنم، ثبت کنم، نت بدم آپلود بشه. بعد 20 دقیقه هم واسه این که شما لذت ببرید، نمیدونم بشه یا نشه، سعی اگه که بشه کیفیت بالا واسه شما آپلود میکنم. بعدش اون 2 نفری هم که کامنت گذاشتن و آخر ویدیو نشون میدم. نمیدونم آنچنان مثلا یک دم سابسکرایبرمون زیاد میشه، زیاد کامنت میذارن، تا جایی که بتونم مثلا از کسایی که کامنت میذارن فیلم میگیرم دیگه، عکسش رو نشون میدم. حالا چون 2 نفرین تو ویدیو جا میشه. خب تا یه ویدیو دیگه، بای بای، خداحافظ.